салом алейкум дӯстони гиромӣ. навори имрӯзаи мо бахшида шудааст ба мавзӯи истифода бурдани захираи интернети YouTube барои ҷойгир кардани видео дар он ва ҷой додани минбаъдаи видеоҳо дар сомонаҳои худ. Барои ин пеш аз ҳама ба сомонаи youtube.com мегузарем то ки корро оғоз кунем. ба воситаи почтаи худ با واسطه زیر کردن مچه بیتی با واسطه پشت خود در جیمیل و ذخیره یوتیوب وارد می‌گردیم و تو مچه که در شکل تیرچه است آن رو پخش نموده فایل ویدیوی خود رو نوار خود رو انتخاب میکنیم. ببینیم یکی از ویدیوهایی که مخصوصا برای جویر کردن در یوتیوب ساخته بودم آن رو در نمونه آن یعنی می‌آموزیم که چگونه جویر کنیم. یعنی آن رو که انتخاب کردیم به طور اتوماتیک جویر کردن آن در ذخیره اینترنت یوتیوب آغاز می‌کند و چگونه که می‌بینید این رو از کلمه زاگروژنا که در نزد آن با عدد با رقم نوشته شده است که چند فایزش الکی داخل شد در یوتیوب آن را می‌بینیم و همین که کلمه اپوبلیکوات پیدا شد یعنی ویدیو شما برای نشر کردن آماده است و آن دوایی که من برای نشر آماده می‌شود شما می‌توانید سرلوحه اون کمی تفصیلات خود را ببینید که این ویدیو شما درباره چی است محیط سازید و پس از کمی وقتی که ویدیو شما در داخل خودی یوتیوب کارکرد می‌شود و برای نشر آماده می‌گردد شما می‌توانید اون را معلومات لغوی داخل کنید با آن اینکه خواننده تماشابین شما بیش از تماشا کردن الکی یک معلومات معینی پیدا کند و خواهش تماشا کردن آن را پیدا کند. درباره کلمه‌های کلیدی یعنی تگ رو نیز فراموش نمی‌کنیم. یک چند کلمه کلیدی رو وارد می‌کنیم تا که یافتن ویدیوی ما آسان شود. کلمه کلیدی بخشیده میشوند مخصوصا با موضوعی که ویدیو شما درباره آن است. چنانکه که می‌بینید پس از پخش کردن مچه اسمینی زچوب ما یکی از عکس‌های را که پیشکی البته آماده کردگی هستیم آن را انتخاب میکنیم تا اینکه اون عکس اولی که خواننده می‌بیند الکی جالب باشد، عکس تکنیکی نباشد که یعنی از مابین ویدیو بریده شده است. پس از اون که همه کار رو انجام میرسونیم اگر بود پلیلیست داشته باشد پلیلیست رو پخش کنید، اگر نه پس یک بار تو مچه اپوبلیکوات رو پخش کنید تا که نشر شود. اینک ویدیو شما الکی نشر گشت و چخیلی که می‌بینید برای جوگیر کردن اون به بخش HTML کد می‌گذاریم و کد پیشنهاد گشته رو نسخه برداری نموده در سامانه خود جای میدهیم. در اینجا تنها ویدت یعنی بر و هیت بلندی آن رو میتونیم تغییر دهیم تا که بهتر نموده باشد. یعنی ویدت رو بهتر از 100 فایز مانیم و هیت رو تقریبا 500 پیکسل. میبینیم که نوار ما در داخل سامانه چگونه جایگیر شد. چخیلی که میبینید نوار الکی در سامانه جایگیر شد 100 فایز کردن ویدت یعنی بری آن معنی آن است که برابری بری مقاله ما میشود یعنی از آن مایده از آن کلان نمیشود و نمود ظاهریش نیز بهتر میشود. این بود نواری آموزشی کوتاه که می‌ذاریم. تشکر برای دقت.